شادروان جمشید خورشید. جمشید خورشید فاریابی فرزند عنایت الله در یک خانواده متدین و روشنفکر در شهر میمنه پا به جهان هستی نهاد. وی تعلیمات ابتدایی را در زادگاهش شهر میمنه و دوره لیسه را در لیسه افغان ترک شهر شبرغان به پایان رسانید و در سال 1386 هجری شمسی شامل امتحان کانکور گردیده و به دانشکده ساینس دانشگاه کابل راه یافت و بعد در سال 1387 هجری شمسی از دانشکده متذکره فارغ التحصیل گردید. بعد از اتمام تحصیل شادروان خورشید مدتی به صفت مدیر آموزشگاه عالی آیدین فاریاب و همچنان پس از تأسیس لیسه خصوصی آیدین فاریاب به صفت استاد مضمون فیزیک و معاون آن لیسه ایفای وظیفه نمود. وی در سال 1391 هجری شمسی به منظور ادامه تحصیلات خود در مقطع فوق لیسانس شامل دانشکده اداره و اقتصاد دانشگاه ارجس شهر قیصری ترکیه گردیده و در سال 1395 هجری شمسی از دانشگاه متذکره با درجه عالی از مقطع فوق لیسانس فارغ گردید. موصوف پس از فارغ التحصیل از مقطع فوق لیسانس به مدت 2 سال در کشور قزاقستان و فعالیت‌های تجاری پرداخت و پس از آن به وطن خود برگشت و به مدت اضافه تر از 1 سال به حیث مترجم زبان ترکی در شفاخانه دولتی شهر میمنه و همچنان به حیث نماینده مجتمع جامعه مدنی افغانستان یعنی مجمع در فاریاب وظیفه اجرا نمود. محترم خورشید در سال 1398 از طریق رقابت آزاد به صفت رئیس اداره احصایه و معلومات ولایت فاریاب مقرر گردیده که تا پایان حیات و وظیفه مقدس خویش ادامه داد. جمشید خورشید جوان سرشار از اخلاق و احساس وطن دوستی، مردم دوستی و ایمان بود که در چوکات مکتب جوانان زیادی را با اندیشه عشق به وطن و مردم دوستی تربیت نمود که بسیاری از آنها مصدر خدمات ارزنده و جامعه رنج دیده خود گردیدند. او از آوان نوجوانی علاقه وافر به ادبیات و مسائل فرهنگی داشت که از نمونه فعالیت‌های ادبی و فرهنگی موصوف مدیریت جریده و هفته‌نامه آیدین فاریاب را می‌توان نام برد. از شادروان جمشید خورشید مقالات زیادی را در عرصه‌های ادبیات، فرهنگ و مدیریت در جراید مختلف داخلی جمهوری ترکیه و کشور هندوستان به چاپ رسیده و همچنان از وی یک مجموعه شعری و یادگار مانده که خدمت دوستداران شعر و ادب پیشکش می گردد. جمشید خورشید متأهل بود و ثمره ازدواج آن یک دختر می باشد.